تحفه باور نکردنی آلی انصاری در سال روز تولد اسام فرزان. اسام فرزان چند ساله شد و پیام عاشقانه آلی انصاری برای اسام فرزان در صفحه اینستاگرامش اسادت و بخیلی تازه لیما امیری با اسام فرزان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آلی انصاری یکی از هنرمندان خوش صدای کشور که با صدا و سیماش دل میلیون ها افغان را از آن خود کرده است. آلی انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشود. آلی انصاری بزرگ شده کشور انگلستان می باشد و بعد از آن که ازدواج کرد کاملا از کارهای هنریش به دور بود. اما بعد از آن که آلی انصاری از شوهرش جدا شد به هنر آوازخوانیش به طور مسلکی پرداخت. جدیداً آهنگ‌های آلی انصاری با اسام فرزان، بلال اکبری و لیلا خان در میان مردم افغانستان و پاکستان شهرت و محبوبیت خوبی داشت. آلی انصاری تازه تصاویرش در صفحات مجازی با اسام فرزان نشر شده است که این دو با هم ازدواج کردند. اما تا کنون حقیقت این ماجرا به گونه واضح و آشکارا معلوم نیست، ولی آلی انصاری سال روز تولد اسام فرزان را با جملات عاشقانه برایش تبریک گفته است و موتر گرانبهای برای اسام فرزان در سال روز تولدش هدیه داده است. اسام فرزان در کانادا زندگی می کند و مصروف کارهای هنری و تحصیلاتش است. ما در انتظار نشر تازه ترین برنامه ها از این هنرمندان خوب کشور خود خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. من هم از صمیم قلب سال روز تولد اسام فرزان را تبریک گفته. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان و همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.